سلام دوستان، به کانال آروانده خوش اومدید. امروز قراره چند تا ضربات پا رو جزئی بهتون یاد بدم. اگه خوشتون اومد لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. ضربه اول آبچگی، بعد با سینه پا زده بشه. اینجوری. یعنی سینه پا باید بیاد داخل، جمع بشه و بزنه بالا و دوباره جمع بشه بیاد پایین. ببین جمع شد زدم بالا، جمع شد اومد پایین. جمع بالا، جمع پایین. ضربه دوم ضربه دولیاچگی. ببینید پا کشیده به سر، یعنی به بالا، و پای عقب هم پای تکیه‌گاه، بعد 180 درجه بچرخه. میزنیم روی سر. خب همونطور که گفتم باید کشیده باشه. ببین اینجوری، ببین به اینجا رسیدیم، باید به بالا با میفته. ضربه بعدی ضربه آب دولیاچگی، مثل همون دولیاچگی ولی باید به کمر بزنیم، به جای اینکه کل بدن رو بچرخونی فقط باسن بچرخه. ببینید فقط بعد باسن بچرخه. اینا با همین روی پا باید زده بشه. ضربه بعدی ضربه یوبچگی، باید پا رو تیغه کنی اینجوری. ببینید پا قشنگ باید اینجوری باشه. هم میتونی به کمر بزنی، هم میتونی به سر بزنی بالا. ببینید این به کمر، این بالا. ببینید در ضربه یوبچگی پا باید اول به داخل بدن، ببین پا باید به داخل بدن بعد فرستاده بشه. باید به داخل بعد فرستاده بشه. ضربه بعدی ضربه تیپچگی، این همون دوبچگی، فقط یه دور میچرخی میزنی ولی باید سریع بزنی. ببین این ضربه تیپچگی. وقتی که شما این کارتون اینوریه دارین میچرخین، باید اینجا عقب رو نگاه کنین. یعنی اینجوری هستش، باید اینجا عقب رو نگاه کنین. اگه اینجوری بزنین غلطه، حتما باید عقبتون خودتون نگاه کنین. ضربه بعدی ضربه آندریوچگی، یعنی نوک پا تیز کشیده از بیرون به داخل، از بیرون به داخل میاد. از اضافی هم بزنم. ضربه بعدی ضربه نریوچگی، هم برعکس همون آندریوچگیه. پا از داخل به بیرون. ضربه بعدی ضربه پکنریوچگی، یعنی نوک پا تیز. این اکثر ضربات پا صاف میاد بالا، صاف میاد پایین. عین همون آبچگی، فقط جمع نمیشه و نوک پا تیزه. این از این ضربات. اگه نکته چیزی نفهمیدین تو کامنت ها بگین تا بهتون توضیح بدم. این ویدیو تموم شد، تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار.